راه خود. استاد در دم مرگ بود. شاگردان همه منتظر بودند که حالا کتابی را که زیر بالشش میگذاشت و میخوابید و به کسی نشان نمیداد به کدامی از آنها وصیت میکند. حس کنجکاوی شاگردان را میشد از چشمانشان خواند. استاد دستش را زیر بالش برد و کتاب را گرفت و به شاگردی که نزدیکترش بود داد. شاگرد کتاب را باز نکرده آتش زد. دیگر شاگردان از این کار او به غضب آمدند. استاد از جایش نیمخیز شد و سر شاگرد کتابسوز را سیله کرد و چنین گفت: این کتاب غیر مقاوه خوب دیگر چیزی نداشت. درونش یک جمله نوشته هم نبود. خیلی شادم کردی که درس من بر هدر نرفته است. آنچه که برایت ضرور بود آموخته ای. تمام درس من یک خلاصه داشت: دنبال کسی نرفتن و راه خود را یافتن.